کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 13 می استناداً به اگنتی هواشناسی جمهوری ساکنان را دیگر باره از هوای نامساعد روزهای 14 و 15 می آگاه کرد. بنا به پیشبینی هواشناسان طی این دو روز در قلمرو کشور به استثنای ولایت مختار کوهستان بدخشان باران‌های پرشدت پیشبینی کرده می‌شوند که این بارشات می‌تواند زندگی را در بعضی مناطق به مشکل روبرو ساخته و سطح آب را در رودخانه‌ها بالا برد. گفته می‌شود از 13 می و تا روز 16 می باران‌ها در محله‌های جداگانه بعضی ناحیه‌های کوهی ولایت سوخت، ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز می‌تواند سببگار آمدن سیل‌ها شود. باران‌ها در منطقه‌های کوهی و نزد کوهی تل و تپه‌ها همچنین می‌تواند باعث از جای خود کنده شدن زمین‌ها، کنده شدن سده‌های ضد سیل، خراب شدن پل‌های ماشین‌گذر و آدم‌گذر شود. هوای نامساعد چارواچرانی را نیز مشکل می‌کند. بالاروی سطح آب و رودخانه‌ها و آبخیزی و سیل‌ها می‌تواند باعث زیر آب ماندن کشتزار و زراعت‌های کشاورزی گردد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده ساکنان و مهمانان کشور را هشدار می‌دهد که در چنین روزها از سفرهای بی ضرورت با راه‌های کوهی خودداری کنند. کمیته از مقامات محلی خواهش می‌کند که به خاطر پیشگیری از خطر سیل‌ها سر وقت در منطقه‌های آسیب پذیر حشرهای عمومی خلقی تشکیل کنند و جوی و کانال و سیل راه‌ها را از هر گونه سنگ و سنگریزه و خس و خسپاره‌ها تازه نمایند. کمیته به خاطر پیشگیری از حادثه‌های ناخوش در راه‌ها از رانندگان با احترام خواهش می‌کند که قاعده‌های حرکت را جداً رعایت نمایند. به خصوص در ساعت‌های بارونی حرکت در راه‌ها مشکل است و بالا بردن سرعت حرکت همیشه خطر دارد. طی روزهای اخیر در مناطق گوناگون تاجیکستان ده‌ها سیل و آبخیزی خرابی‌آور روی داد که به خواجگی‌ها ضرر زیاد رساند.